بدون شک شما را به اندکی از ترس و گرسنگی و نداری و بیماری و همچنین کمی مال و اموال امتحان می‌کنیم تا اهل صبر از دیگران متمایز شوند و مژده رسان به اهل صبر، همان کسانی که چون اندوه و مصیبتی به آنها رسد بیدرنگ گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. درود و رحمت بیپایان پروردگارشان بر آنها، زیرا بی تردید راه یافتگان حقیقی اند. خداوند هیچ کس را مکلف نمی کند مگر به قدر طاقتش. دستاوردهای نیک هر کس از آن خود اوست و دستاوردهای پلیدش به زیان اوست. پروردگارا اگر غفلت کردیم و خطاکار بودیم ما را مؤاخذه مکن و آنگونه که بر پیشینیان ما تکلیف سخت و سنگین تعیین کردی تکلیف طاقت فرسا بر دوش ما منه.